الو کار تمام پیکاس. اینجا سوخته ایستاده است. با ماشین‌های آتش نشانی خبر ده. دستهای درد را نبیند نه، اما در اینجا یک دوست دیگری من هم این خبر را شنیدن میخواهد. التماس یک بار دیگر تکرار کن. گروه مقامات ضد تروریستان و دادستان به خاک یکسان شدند. همه‌شان تیکه تیکه شدند. نابکار، حیوان رذیل، تو را میکشم. بیشرف، جوابی همش را میدی. آرام شو شیرکی من. حالا در یک حالت قرار داری که مرا تهدید کردن نمیتوانی. بچه ها زود باشید از اینجا برآمدن در کن. بچه ها تستر برای تستر. مندو آقای دادستان، خوب است؟ من خوبم سردارم، خوبم. سردارم شما خوب هستید؟ شما خوب هستی؟ خوبم. عثمان، شما زودتر داخل رو تفتیش کنید. ممدو تو چی خیل؟ بچه ها یاری دید بچه ها. تستر. خیریت، همه صحت و سلامت هست. با ما چی شده؟ با ما حمله کردن آقای دادستان. شما خوب هستید؟ فکرم سرم آسیب دیده است. نیازی در پول یاری تجلی را جه زدیم در راه است. یگان کس زودتر خوبای برق را بیند. اطاعت سردارم. والکان رفته بین. بله در آنجا بودیم. وقتی ویدات را سوال میدادیم ناگهان یک SMS آمد. برآمدنی بودیم که ترکیش شد. با یک عذاب نجات یافتیم. چه خیلی نامر. ماشین را نگه دار. و تو امکان داده بودم، اما تو با من خیانت کردی. باید تو را بیشتر میکشتم. اکنون عمرت به آخر رسید. دیگرهایش را هم فرارید. زودتر. تا جانو یعنی فرار تستر. زود. برای نجیب سردار بسیار غمگین شدی. گپ زن ثابت. گپ زن. نگران نشو. کارت را تمام میکنم. بعد شما را هم با مایلیتوب نزدی نجیب روان میکنم. نمیگذارم که دوستان را از یکدیگر جدا کنم. همینطور نه. سردارم یک راه گذر دیده است که همه را از بینه روبرو کردن. زودتر رفتن اونجا را بینه. نیسته زودتر. اطاعت. ممدو تو چی کردی؟ رفتن میتوانی؟ رفتن میتوانم. زودتر بچه ها رفته. مایلش نیازه شما ویداد رو ببینید. همینه. ما سرگمی بیا رفتیم بچه ها. مایلش رفتیم. آقای دوستان ما شرافتتون نجات یافتیم. با من یگان علاقه ندارد آقای دوستان. معلوم که حالا اجلمان نرسیده است. شکر الله که سلامت مانیم. هزاران بار شکر. خیز اینقدر آسان نمیموری گیت. تا زاری کردن از شطه میخوری. تو را زدم ایوم میکنم. دیگه است با تو یک چیز گویم گوش میکنی. بگو گوش کن. پرینی ما 9 ساله میشود. آن کودک از تو دیده سختر میزنه. میفهمی؟ تو گویا که سیله میکرده باشی. اگر همین رو هم زدن حساب میکنه. دیکاس مثل یک دختری نابالغ ضربه میزنه.
SMS رو کی روان کرده باشدن؟ انیق نمیدانم اما تخمین کردم میتوانم. شخصی که SMS روان کرده سردارم گفته نوشته است. کوزنگ زن کی جواب میدهد؟ سرکمسار. الو. سلام، من نجیب الماس. الو. با من از این تلفن یک SMS اومده بود. با این خاطر زنگ بزنم. نجیب یلماز؟ آقای کبیلای شمایت؟ نام دیگرتان پیکاس. مرا حیران کردید. با گمانم که مثل من نه. از شنیدن صدایت بسیار هم شاد شدم. به شعبه ما حمله کردند. تو باشی با من SMS روان کردی. و گمانم که از تو قرضدار شدم. دوستان ماست برای همین روزهایم نجیب. SMS رو پیکاس روان کرده است. یعنی چی خیل؟ نمیدانم. از تلفن SMS رو کردیدن سرکمیسر. یگید حلالت بود. مادامی که دوست هستیم پس چرا فهمیدن این حمله رو مخفی نگاه نمیداری؟ باور نمیکنی اما در خوابم دیدم نجیب. وقتی که بیدار شدم دلم سیخ زد. گفتم که هر جا نباشد سری نجیبی ما در بلاست. برای این کار تشکر. دیشب من هم یک خواب دیدم. گویم باور میکنی؟ تو چی خواب دیدی؟ تو رو زیر سوال قرار دادم. گویا که از امنیت چیزی رو پنهان میکنی. های یک کار دارم تمام کرده برمیگردم. در کجایی؟ وقتی که برگشتم زنگ میزنم. باید خاموش کنم. بیشرف جاهل. خودت را زیرک میپنداری ها؟ تو باشی همیشه خوب هستی پیکاس. چه فریب کردی من پیکاس. اکنون کارا تمام شد. نجیب سردار تو را آزاد نمیموند. هی به عقل نادان. هی تو احمق. خیری. وای پایم. خیری. وای پایم. خیری. سزایت امیر. بیشرف. زورت با او رسیده؟ مرداشی مرا پران. خیری. بچه نگوی پران. خیری. آرام شو شیرکی من. شب دراز است. بسیار شطه میخوری. قوت را بهوده صرف نکن. باز در جای شوقاورش نموری. آرزویم را به باد ندهی. کنی اینها را برد زودتر. عاطف چیکار میکنی؟ دارم با این تجهیزات انفجاری سر و کار داره. میبخشی زنک، حالا جواب داده نمیتونم. زودتر برای من مکن این SMS روان کرده رو معاین کن. سردارم این حال خیلی هم مشکل است. عاطف گفتم که یک کار کرده معاین کن. بسیار هم ضرور است. اطاعت سردارم. لیکن کمی وقت ضرور است. مایلش. مانده نباشید بچه ها. تشکر سرکمیسر. از اینجا افتید. بله سرکمیسر. یگان چیز رو معاین کرده میتوانید. ایزی انگشتش رو گیرید. رقم‌هایش رو گیرید. اگر لازم شود میپرسید. اطاعت سرکمیسر. الو سردارم. سلاح کلان یافتیم. اما کمی از جای واقع دورتر. نه یگان پای نمیافتیم. از کامراها هم اش رو میبینیم. آها. مال سردارم. تشکر. سلامتی زخمدار چقدر است؟ بسیار زخم برداشته است. خونش زیاد رفت.
تشکر. سلامتی زخمدار چقدر است؟ بسیار زخم برداشته است. خونش زیاد رفته است. با بیمارخانه خبر میدیم. زود جراحی خانه رو آماده کنن. گروه خونش رو معاین کرده. در حجت‌هایش ثبت است. مرکز مرا میشنوید. در اینجا بیماری وزنی است. در حال جراحی خانه رو آماده کنید. و تو کی خبر داد رانو؟ از بیمارخانه زنگ زدم. گفتم که بیمار شده است. خدایا پروردگار. با ممدوح زنگ زدی؟ زنگ زدم. جواب نمیدهد. نجیب جواب نمیدهد. آنا با تکرام ماشین یوری تجری می آید. در درون ماشین کی باشد؟ در درون ماشین کیست؟ مادر به شما چی شد مادر؟ کلی رو شاید زخم برداشته است. از چندین جایش. خانم زخمش وزنین است. خانم زخم برداشته است. از چندین جایش. اجازه ده در حال به جراحی بودن در کار. اجازه ده. رانو دخترم آروم شو. آروم شو. راه بیاید گذرم. مادر التماس چشمتون رو بشون. رانو اینجا بیا. مادر حالا دیدی دپا با مادرم چی کار کردم؟ آخر گفته بود که او رو میکشم. گریه نکن همش میگذرد. نگران نباش زیاد میشود. مادرت زیاد میشود دخترکی ما. گوش میکنم. چی شد رانو؟ با من زنگ زده بودی؟ بله. تو گریه میکنی؟ پدرم ممدو پدرم رو. رانو خوب هستی؟ چی شد با پدرت؟ با من دی. رانو الو رانو ممدو من هونیه. چی شد اپای هونیر؟ در کجا؟ در بیمارخانه ممدو زهرا تیغ زده. چی؟ سلامتیش چی؟ آنقدر خوب نیه. در کدام بیمارخانه؟ در بیمارخانه عمرانیه. مایلش اپا من حاضر می آیم. اپا دکتر پدرم رو نجات دهید. از دستمان هرچی آید میکنیم. نگران نباشید. التجاس میکنم رو نجات دهید. آروم شو. با طبیب کارش رو کنم. نشینی. چند بار به گفتم با نجیب سردار گپ زنید. یک روی نکنید. اگر در وقتش مصلحت میکردن حالا این حوضیه نمیدون. سردارم چی شد ممدوح دستگیر کردید مگر؟ نه سردارم. دادستان سوها در بیمارخانه رو زخم دار کردند. چی گفتی؟ مرده است؟ نه لیکن بسیار وزین است. رانو و اپای هونیر در بیمارخانه اند. حاضر زنگ زدند. ای خدایا همینش نمیرسید. یک روی کرد نتیجهش باید همین میشد. انشالله که نجات می‌یابد. انشالله. سردارم جای تلفن رو معاین. خیریت که یک خبری خوش. ممدوح تو با بیمارخانه بنزد رانو رو. من باشد رفته پیکاس رو میکوبم. مایلش سردارم بعد گپ میزنیم. عاطف زودتر نیازه رو بنزد من روان کن. گویی که بسیار کاری ضرور است. زودتر. خوب شده است. جناب اویدی ترکیش یگان پای رو پیدا کرده. همکاران ما کار را ادامه داده ایستادند. وقتمون کم است. با اجازت شما. به فکر شما این ترکشکاری کیست؟ گوش کنید. وقتش که اومد مسئولان به شما خبر رو میرسانند. التماس اجازه دهید. التماس کمی هم باشد معلومات دهید. گفتم که بدتر میگویم. اکنون مرا اجازه دهید. خواهش می‌کنم. اجازه دهید. راه رو گشایید. خیری پایت چخیر است؟ بسیار درد میکند. با فکرم کمی پس بیهوش میشوم. تو کمی صبر کن. در حال جانت رو نده. مایلش صحبتتان تمام شده باشد. مسئله اساسی را سر کنیم. کمی خنده کنید. روی ترش نکنید. بخشی مستقیم است. بنوارگیر. مایلش. برایت یا یکی به معده‌ات؟ به من فرقش نیست. بازی را ویران نکن. یکی را انتخاب کن. پس به شکمم.
چخیل فریب کردم ها؟ چیکار میکنی پیکاس؟ در تو نشانی از آدمیت نمانده است. چیزی که میخواهی گفتنگیر کفی منو نمیپرونی. در آخر مثل پدرت مرده میروی. به من گوش کن. اگر جسارت مردی داشته باشه دستم را کشا. مثل مرد میزنیم. یک به یک. جسارت داری؟ جسارت مردی داری؟ داری؟ نخواد با این ترسانچه اکچونین پیشنهاد کنی. انتظاری نوبت از شرزابیت. چرا میزنی برادر؟ مگر موتور رو میزنی؟ بس است. آقای پیسگار یگان خواهش داشته باشه اجرا کنیم. هر کاری میکنی کردن که عذاب کشن. کاش که ما هم در آنجا میشدیم. جناب ما هم رهیم. یکیت را یک دوتا میزدم. مرا یک بار دستگیر کرده بود. قصدم را میگیرم. بله مینیک برای تو چی خدمت کنم؟ مثلا دندانش را کن. بله دندانش را کن. با کمال میل. برای من دندان کنک بیارید. خوب شده است جناب. ایسته صبر کنید آخر. این کاری ماست. شما چی با ما تقلید میکنید؟ با خودتون یگان شکنجه دیگر یابید. آدم برین ها. خیری گم نزن. آخر وای همین قدر عقل و جرأت دارن. اینها حتی کارهای دولتی را از دور تماشا کرده تقلید میکنن. میدانی حتی خونشان خونی آدمی نیست. خونشان مثل نیتشان افلاس است. افلاس. همین میشود جناب. میشود پاکیزه نیست. دیگر فکری پاکیزگی این را نمی کنیم. همین خیل نه. برای من فرقش نیست. میتوانید سر کنید. او را دار. دهانت را کشا. در آید. سلام پیکاس. حالا هم با اونها مشغولی. خیلی چی کار کنم؟ من از کندنی دندان این کیف میکنم. من به وعده‌ام وفا کردم. امنیت رو ترک کنده پلیس و دوستان رو کشتم. حالا نوبتی توست؟ اینش باز یک ابله دیگر است. ثابت به فکری من در ما جاهلان و ابلهان خیلی هم زیاد شده. نه ثابت؟ با خدا مفصلی آنها اکنون سر شده هستگید. نگاه کن با کجایی که دستت را دراز کنی آنها به دستت میافتن. اینها برای چی میخندن؟ نجیب نمرده است. نمرده است؟ چرا نمرده است؟ این برادر چالاکی کرده. پیش از تو SMS روان کرده است. به من گوش کن. چهره مرا خوب در یادت دار. اگر خدا راضی شود و یک بار دیگر با هم واخوریم مرا که دیدی یقین دان که عزرائیل را دیده ای پس به خفایت نگاه نکرده گریز. فهمیدی؟ این توصیه من است به تو. پیکاس اینها شبی دراز همی خیل میلخند. زنده به زنده دلت را کندن نزد سگان میپرتایم. فهمیدی؟ این گپ رو فراموش نکن. اگر واخوریم به خاطرت میارم. خوب کنیست. ای بس این از آنی من است. من میروم. اسلحه رو کی میگیرم؟ نجیب که زنده باشد پس کاری ما حالا تمام نشده است. از تو یک خواهش دیگر دارم. چی خواهش؟ دختری دادستان سوها رانا درد سرمون می شود. یعنی؟ رانا و حجت‌های در دستش بوده را گرفته به انبار دلولو بیا. از آنجا باشد سلاح را گیر. بی صبرانه انتظارم. اول حجت‌ها. هرگز نسبت به رانا یگان فکری بد نکن پیکاس. هرگز. ای احمقی نابکار. زورت بزن میرسده. پیکاس اینجا کسی گپ میزند؟ اگر از دست تو به پای رانا یگان خاری خلد پیکاس مرده باشم هم از نو زنده شده تو را میکشم. برو فهمیدی؟ تا بازدید دیگید. از نام تو برانو سلام میگویم. تا بازدید پیکاس. بازدید. بله
در کجا بودیم؟ دهانش را کشو. استیل سرکمیسر سردارم با کجا می رویم؟ سلاحت رو بسنج نیازی. با فکرم با جای خطرناک برویم. نشان میدیم که راکت پرتافتن به بنای امنیت چی بوده است. انا آفرین دستت درد رو نبیند به شرف. یک هفته شد که از درد این دندان خوابم نمی بود. با فکرم دندانی پوسیده اش را کندی. یگان دندانی صحتش را برای من یابید. راهنات را کشو. طرفی چپ طرفی چپ. حالا زوری هم میکنی. بسیار ضربه خوب گیرید. دیگر امکان خستنش نموند. میتوانید مثل داوران بوکسچیان حساب کنید. مرکزی پرودوسری همصدا تقدیم میکند 17 و 18 سپتامبر ساعت 17 در تونوری کوخی борбад барномаи концерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Менду ва Хайрӣ 20 солари истиқлолияти ҷумҳури тоҷикистон мубараки достане аст. мо шуморо рӯзи 17 ва 18 сентябр дар коки борбад интизорем. чиптаҳоро аз кассаи кохи борбад бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 5028 28 907 59 28 28 907 79 28 28 истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. رانو چی خیلی؟ ممدو پدرت چی خیلی؟ چی خیلی میشدم؟ طبیب یگون چیز نگفت؟ تو حال در درون است. نجیب در کجاست؟ برای چی اون آمد ممدو؟ شما نمیدونید که بسری ما چی فلاکت آمد. باز چی شد؟ با امنیت حمله کردند. چی؟ نجیب چی خیلی است؟ نجیب چی خیلی؟ همه خوب است نگران نباشید. با آسانی نجات یافتیم. خدا را شکر. ممدو راستش رو بگو. نجیب خوب است؟ اپا خوب است. برآمده با امنیت رفت. بجای اودیسه. خدایا دیوانه میشوم به خدا. یگان روز مرا میکشد. همشیره پدرم چی حال دارم؟ التماس یگان چیز بگوید. یک ساعت شد که یگان خبری نیست. یگان کس چیزی نمیگوید. خانم التماس جراحی دوام دارد. حالی پدرتان تا حال خوب نیست. بس کن دخترم بس. با فکرم نجیب سردار است. از کجا دانم؟ انا دردی سر. زودتر رفته به درون خبر ده. با کجا؟ پلیس. میبخشید اینجا مکانی مخصوص است. اجازت نامه اتون را نشان دهید. جناب چی شد؟ نجیب سردار اینجاست. به درون می‌دراید. چخیل اینجا را یافت؟ پیکس حالا که وقت داری کاری ما را تمام کن. پیکس رزیل. پیکس من هم یک دندان پوسیده دارم. هر سیاش را با جوال انداختم. پس با بحبتایت زود باشه. بله جناب. چخیل با من شنو کرده نمیتوانم. چخیل با شنا کرده نمیتوانی؟ بسیار بد. در آنجا چی گفت پیکس؟ جناب با سببای تکنیکی پخش مستقیم را قطع میکنیم. چرا قطع کرد؟ خود آیسته تر رفتیم. خیز از جوی اینها را جمع کنید. بندها را گیرید. گفتم که پیش نرو.
کی آمد پیکاس؟ نجیب آمده است. چه فرصت خوبی فرا رسیده بود. دیوانگی نکن مینیک. تمام امنیت بداند که نجیب مرا میکوبد. خوب شده است. یگان چیز نیست. آرام شوید. نیازی با فکرم که این برادران تا عقلشون به جایش آمدن اجازت گفتن میدهم. امکان ناپذیر است تا یک هفته دیگر به خودش بیاید. ما کارمان را به حضور میکنیم. بیا رفتیم. پامیدارها رو به این طرف مانید. بادرینگ ها رو آن سو، پوسیدش را جدا کنید. باز عیب نشود. خوب شده است جناب. اوه نجیب، غافلگیر کردی. مرار کار. در اینجا چکار میکنید؟ بچه ها برای نجیب سردار چای شیرین بیاره زودتر. حاضر جناب. کاری میوه و سبزوات را سر کردیم. زمین هایمان انشالله که خیلی با برکتند. انا ببین. دعوت نامه را گرفته بودم، حالا هم دیر نشده است. اگر به تو میشد که ها باز زمین ها رو میفروختی. میوگی و سبزوات هم بر هم میخورد. خطا فکر میکنی نجیب. من و تو از یک صف هستیم. این را هیچ نآموختی. هر دویمان برای زمین های این وطن کار میکنیم. اصلا تو خطا فکر میکنی. من و تو در یک صف نیستیم. تو کرپشه، من شمال. شمال کرپشه ها را در گردبادش نیست میکند. من به تو چی بدی کردم؟ من لایق این سخنهای تو نیستم. در این حیات مهم نیست که چی را تو حق می حسابی پیکاس. فکر کردنت هم مهم نیست. مهم تنها یک چیز است. مهم آن است که شاید آن را در آن دنیا تو فهمی. خاک شده میپوسی. بعد از من یگان چیز وجود ندارد. خاک شده میپوسیم. آیا پوسیده ها باز یک بار دیگر میپوسند؟ من این را نمیدانستم. اما توصیه من به تو این که قصه مرگ را وقتی که سرت را زیر کرپا کردی خوب فکر کن. پس میبینی که فکرهای دیگر شده است. سردارم، در زمین نشانه خون است. ای برادر، آخر این چه خیل می شود؟ باز در این سال و زمان نخواد که در خلطه انداخته مرا به آب پرتوید. این چه خیل می شود؟ شما چه خیل آدمان جاهل و قفا مانده بودید. آخر یک بار پرسید من شناوری رو میتوانم یا نه؟ یک بار پرس برادر. خب کن خیری، تو چیکار میکنی؟ اکا آخر من وقت رو گرفته ایستادم. تو چی میترسی خیری؟ چی میترسی؟ مگر در درون این خلطه شنا کردن نمیتوانی ها؟ خیری؟ خیری؟ از شما یک خواهش دارم. مرا از همه آخر پرتوید. خب بسیار میخواهم که شنا کردن خیری را تماشا میکنید که تماشا میکنی. ای برادر آخر دست آخر من نگفته بودم که مرا از همه آخر پرتوید. شما چی؟ عقل ندارد مگر؟ نمیفهمی تو. این با آب پمیدار مانند نیست. در اینجا چی شده است؟ به احتیاطی کردند. دست یک برادر را در زیر کرده است. او را به بیمارخانه روان کردیم. شد. خیر نجیب، من باید روم. به آلمان بار فرستادنم لازم. کنیز کجا؟ حاضر تربوز میکشه. اینش باز چی؟ به اجازت من به هیچ جا نمیروی. تو چیکار میکنی نجیب؟ کنی شما در اینجا ایستید. سردارم، پای خون به این طرف میرود. مرا برونید اکا. زارا میکنم، التماس میکنم مرا از اینجا رها کنید. یاری دهید، یاری دهید، یاری دهید، یاری دهید. خیری؟ سرکمیسر یگید و اکه ثابت رو به بر پرداختن. زود باشید نجاتشان دهید. همینش نمیرسید. زود باشید. نمیشم. این را دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یگید ثابت سردارم یگان چیز رو نمیبینم. یگان تشا یافتی نیازی؟ نه سردارم، تاریک است. باز یک بار دیگر نیازی. آقای طبیب جراحی چی خیلی گذاشت؟ شکر که خوب گذاشت. کمی مشکل شد اما پدرتون نجات یافت. خبری خوش. خدا را شکر که نجات یافت. خدا را شکر. چی خیلی زخم دار شده است؟ تیغ زدن. 6 جایش زخم دار بود. یک تایش 1 سانتیمتر پایین‌تر از دلش بود. اگر به دلش میزد امکان ناپذیر بود. کی به خود میآید؟ انشالله سحر. تا حال در تاثیر نارکوز می باشد. حاضر او را به احیاگری میبریم. برای این کارشون جواب میدهند. نابکاران، بی ناموسان. رانو بسیار خسته شده ای. بیار کمی دم گیر. وقتی پدرت بیدار شد باید تو را با قوت بیند. همه‌شان را نیست میکنم. همه‌شان را. رانو چی شد به تو؟ رانو همشیره زودتر از هوش رفت. رانو سردار یگید کجاست؟ یک خطا برآوردم نمیدانم. انا در آنجاست. در آنجا سردارم. انا در اینجاست. یگید زود باشه. زودتر. سردارم. سرگرم یگید در کجاست؟ اکی صوبی زودتر بروی. سردارم دستتون رو بگیر. زودتر. زود باشید. بیایید میبروریم. دارو دادم. کمی خوب کند به خود میآید. تشکری زیاد همشیره خانم. تشکر. بیچاره رانو برای پدرش یک بار هم چهره‌اش خنده را ندید. چند بار گفتیم همکاری کن با ما. قریب بود که او را میکشتن. رانو را هم خواطر کرد. خیر چیکار کنم؟ پدرش هست. او را پرتویت نمی شود. فروشت نمی شود. دختری با رحم بوده است. حتی برای این خیل پدر اشک ریخت. بسیار غمگین شد. یگید خوب هستی؟ با خدا. یگید با خدا. سردارم من یک نفس سنیدم. آنگاه زنده میشود و تو میموری. سردارم شما خودتان نفسی سنئی دهید. نه من این کارو نمیکنم. مانم که در اینجا مرده رود. زودتر سردارم. ما اگر غرق شویم با مردن تن نمیدیم. برده رویم کی میداند که احوال ما عاقبت کار ما چی میشه. خدا میداند. با تو چی شد؟ خیلی سختت میفرستد. یگید بیا تو را با بیمار خانه بریم. خدا بردن هم یک امری ساده بوده است. نیمی شب به آب در آمدم. بسیار میخواهند که ما را در جوانی هم قتل کنند. این خیل نمیشود آخر این خیل نمیشود. شما چیکار میکنید؟ من نمیفهمم. این طور نمیشود آخر از برای خدا. ما هم تر شدیم. صدایمون برایت مگر؟ تالی خیلی بلند بوده است. اوی میمرم مادر جان. زودتر را گرده. آره طاقت را گرد. رفت.
دخترم. ما را خیلی ترساندید پدر. کاش که میمردم. من حق زیستن ندارم دخترم. این خیلی نگه. اما بینید خداوند به شما یک امکانیت دیگر داد. مهم آن است که زنده هستید. حالا فرصتی توبه کردن هست پدر. من احمق بودم. چخیل به آنها باور کردم. از این پس من با شمایم پدر. ما قصاصمون را از اونها میگیریم. یک جایه با من وعده دهید که دیگر از گپی من نمیبرم. میلش ماشاءالله انا بین خنده میکنم. پدر و دختر آشتی شدن به فکرم. این کارها این خیل میشوند. عقلش به سرش زد. به فکرم به سرش زد. ممدو من چی میگویم و تو چی میگویی؟ حجت ها از خانه گرفتی؟ بله گرفتم پدر. احتیاط کن. در آنجا سند ها و معلومات هایی هست که همه‌شان را به محبس میکشد. شاید از پی تو باشد دخترم. پدر آنها با من هیچ کار کرده نمیتوانند، چون که من از آنها نمیترسم. مرا ببخش. شما را همین آدم با آب پرتافت؟ نه، وقتی که ما را به لب آب آوردند این جناب در آنجا نبود. تو هم یگان کس را ندیدی؟ آدم بسیار بود، اما این آدم نبود. چنانه که میبینید من بیگناهم نجیب سردان. اکنون میتوانم که روم. تو چه ها میگویی؟ شخصانی که ایگید را به آب پرتافتن یگان بار ندیدم، نمیشناسم. با زدن خیری باشد، من یگان علاقه ندارم. آنها را بیارید. حاضر میفهمیم. این آدم را میشناسید؟ نه نمیشناسم. پیشم ندیده بودم. اما وقتی که شما در نزد در می ایستادید و در درون بود. شاید از دیگر جا آمده باشد. یکم بار میبینم. مایلش مادامی که آدمان ما را با بحر پرتافته مردند، یگان آدمی گناهگار نمانده است. بیاناتمان را نوشتیم. تمام، اکنون ما میرویم. برای چی اینقدر سراسر میگید؟ مایلش برایت غیر از یگید طاقتم تاق شد. شما هم عیناً مثل من بودید آقای دادستان. میرویم.
بچه‌ها شما به کجا میروید؟ عاقبت این کارتان آنقدر خوب نیست؟ ما با عیادت خیری میرویم. انشالله که همین میشود. یک سوال دارم. SMS را با من تو روان کردی؟ گفتم پسر دارم من دیشب پیکاس را ندیدم. شما رو جغ میزنم. آمدم آقای دادستان. رفتیم. آنها رو باید یابیم. بشکن ثابت. اول نظر آنها میرویم. اگر در آنجا نیفتیم بعد آخر در کجا بودنش را میدانیم. رفتیم ثابت. بемор ро бисёр хаста накунед хонум. ҳозир мебароям. Рано. پدر نمیخواهم به تو ضرری رسد. آلی مرا دیدی سالهای دراز دوست داشتم آنها را در یک میشه زدن مرا نیست کرده پارت افتاد. اگر با دوستان این خیلی معامله کنند آنجا تو رو میگیرم بعد با واسطه تلویزیون نشون میدهیم. خواهر نشوید پدر من باز میآیم. احتیاط کن. چه شد؟ باز یگان سخنی ناجا زد؟ نه هیچ چیز نگفت. نگفت؟ پس برای چی عصبی شدی؟ پدرم رو قریب میکشتن پای هنر. آنها هم امان رو نصف میکنند. ما همین خیلی نگاه کرده میستیم. خیر چیکار کنیم؟ از دستمون هر چی آید میکنیم. یا رفته مثل رازنها در سرشون پرونیم. من میروم. کجا؟ کار دارم. با کجا رانو؟ چه خیلی کار بوده است؟ کاری ها تمام نمیشود. در یک جای آرام نمیستد. خدایا پروردگارا این دختر مرا کسلی سرطان میکند. جناب یکی از آدم های پیکاس زنگ میزند. فوری بوده است. لابای چی؟ پیکاس دستگیر شد؟ ایوه مایلش من از پیش میشوم. شما او را تنها نگذارید. چی گپ شد؟ نجیب پیکاس را دستگیر کرده است. وای انجمن بزرگ با شنیدن این خبر در غضب می شود. انیق ما رو این مراتب نیست می کند. این خیلی فکرهای بد رو نکنید. در حال با انجمن و خوردن لازم. رمزش رو بگویید. روزی زاد روزی تو. اکنون کارتون تمام شد.
بله انتظار نبودی. کنی پیش درو. راهگر. رانو در کجایی؟ خدایا در یک دم کجا گم شد این دختر؟ پلیس الو من سرکمیسر ممدوح زود با همه خبر دهید روزنامه‌نگار رانو توپل را بودند رقم ماشین 34 یا ا 9549 دوستم چی خبر؟ کسی رانو را بود. ای خدا دیر کردیم. برای چی دیر کردید؟ گابزن برای چی دیر کردید؟ رفتیم ثابت. ایست زودتر. یگان جای نمیروی. یگید شما چیزی رو میدونید؟ خوب شده است. شخصی که رانو را بوده است تروریست با لقب آنا است. او را با یک انبار میبرم. مکانش رو میدونید؟ دوستم تو به این کار همراه نشو. ما حل میکنیم. چه خیلی کاردار نشوم جورا؟ چه خیلی کاردار نشوم؟ سراغ رو گوید. مایلش همراهی ما بیا اما آنها را به تو نمیدیم. میبخشی جورا اما اجازت نمیدیم که کاری غیر قانونی کنی. چه خیلی که باشد یک بار خطا کردم. مایلش تنها یک چند ساعت با ما میدهی پس او را خودمون به امنیت میاریم وگرنه به تو میرویم. نگران مباش صحت و سلامت بیارید. با شرطی که صحت و سلامت بیارید. مایلش قبول میکنیم. تمام قبول داریم. رفتیم زیستم رفتیم زودتر. از کجا میدانستی که اینجا رو میتر کنند؟ اکنون گپزنی هم میشود. من همش را گفتم دیگر سخن ندارم. درآیید. من ادوکات آقای کوبیلای موکلم را با کدام گناه باز داشتید؟ مرا گوش کن. دیشب اینجا با سلاح زیاد حمله کردند. موکلتون با این کار علاقمند است. این را اثبات کنید. SMS را کرده اش است. نجیب خبری فرستاده را میتوانی با صدای بلند برای ما خوانی؟ به این هم وداد اعتراف کرد پیکاس. دیگر نجات نمیابی. بیهوده زور نزن. تیز موکلی مرا آزاد کنید وگرنه از روی شما شکایت میکنم. راب و کسی که میخوای شکایت کردن گیر. دامت را گیر. اگر خواهی که از اینجا زنده برای خاموش فهمیدی؟ فهمیدم. حاضر به تو نشان میدهم. تلفنم زنگ میزند. اجازت هست؟ مرحمت. دختری سوها در نزد من است. تو در کجایی؟ من کمی کار دارم در بیرونم. چیکار کنم؟ کاری همه وقت رو کن. خودت میدونی کو. یعنی اروپا رونم؟ فهمو مایلش؟ بله همین خیل کن. قد میکنم. چه علاج؟ کارهای میوه و سبزوات بیهوده و بهوده زنگ میزنند میبخشید. موکلم را برای کدام گناهش گناهکار میکنید؟ گفتنی باشد زود گویید. برای یک SMS تلفن حق نداره که یگان کس را دستگیر کنید.
байоноти ведат гуфтани шахс бошад вуҷуд ҳам надорад. мо меравем. дар ҳаётам мисли ту бар ин духтари якравро надида будам. то ин дам хуб тоқат кардам. ҳамаш тамом шуд. аз рӯи ҳисоби кардаи ту тамом шуд. чӣ хел? 1 соли инсон баробари 7 соли сагҳо будааст. дар кинофилмҳо дида будам. аз рӯи ҳисоби кардаи ту тамом шуд. тамом мегӯӣ? ба фикрам тамом. силоҳатро парто. полис. шӯхӣ мекунӣ магар? силоҳатро парто гуфтам. намешунавӣ? ту силоҳатро парто. набошад ин зан мемурад. дӯсти ман аз ту илтимос мекунад. чӣ намешунавӣ магар? ин зан илтимосро намефаҳмад. ман забони ӯро намедонам. рано хуб ҳастӣ? хайрия дар вақташ омадед. худо аз шумо розӣ бошад. ба наҷиб сардор мегӯям ки маро ба муҷадалаи зидди террористон вазифадор кунад. барои чӣ дӯстам? ҳамроҳи рано як кумитаи зидди террористон барпо мекунем. шумо раведа кунед. ҳар чӣ маслиҳат кардем ҳамон. мо каме кор дорем. шумо чӣ кор мекунед? ин зан маҳкум аст. ҳамин хел немемду? мебахшӣ рано. мо бо мемду як шартнома баста будем. рано аз они мемду. ин бошад аз они мо. бо ӯ каме суҳбати хоса дорем. не намешавад. шумо аниқ ӯро куштан мехоҳед. ҷураҷон, мон ин занро мо мебарем. дӯстам, алваъдаву дайн гуфтам. ту ба мо ваъда додӣ, мо ҳам ба ту қавл додем ки ӯро бо дасти худамон ба амният месупорем. мувофиқи ваъдаи гит сарашро мебарад, баданашро бо почта равон мекунем. шӯхӣ мекунем дӯстам, шӯхӣ мекунем. бо ин зан як кори заруре дорем. нигарон набош. ба ту ваъда медиҳем ки ӯро саломат ба амният мерасонем. ба ту боварӣ дорам ҷура. аммо агар ба ӯ ягон кор шавад, гуфтем ку намешавад. маро ҳам мисли худатон кардида? гӯш кунед, наҷиб сардор нафаҳмад. байни худамон майлаш? майлаш. то бозид рано. парво накун. ҳар вақте ки хоҳӣ саратро дар бало андоз. нигарон набош. худои тавба, мемду худаш чӣ гап аст? равед. роҳ гард рано, роҳ гард. савол надеҳ. 1 дақиқа. қариб буд ки ҳуҷҷатҳоро фаромӯш кунам. ин кори кардаат зидди қонун мебошад. рано боз ту сар кардӣ? вақте ки ягон ҳодиса ба сари ту ояд, ман маҷбур мешавам ки қонунҳоро шиканам. ҳамааш айби ту аст. айби ман ба ман чӣ алоқа дорад? бисёр алоқаи зич дорад хонум. ваъда деҳ ки дигар намекунам. ваъда деҳ. майлаш ваъда медиҳам. як бори дигар намекунам, аммо ваъда додӣ. акнун роҳ гард. ана ин ҳуҷҷатҳоро бурда ба наҷиб сардор медиҳем. хайр, охирин бор ба ту чӣ тавсия дода будам ба ёд дорӣ? агар маро зинда бубинӣ бояд чӣ кор мекардӣ? фикр мекунӣ ки аз ту метарсам? бояд чӣ кор мекардӣ мегӯям? айб аст. нахуд ки ту ба зан даст бардорӣ. чӣ хел зан? собит! ӯ магар зан аст? ӯ шарафи инсонӣ ҳам надорад. ҳатто ба қадри ҳашарот ҳам нест. تو گپ زن به من. فرمان کارهایت را گپ زن میگویم. آن راکت را به بینای امنیت تو پرتافتی؟ پرتافته باشم خوب کردم. چی شده است؟ گوش کن، با تو میگویم که آدم بر این گپ زن، آدم بر این گپ زن. به خوبی سخن کن. من شخصی عصبیم. ما وعده دادیم. مرا مجبور نکن که وعده خلافی کنم. به
بر سرت میپرونم، تو را پارا میکنم، میفهمی؟ پارا میکنم. هارون بهوده مرا گرفته به اینجا آوردی نجیب. دائم به تو میگویم من کدام وقتی که خواهم میآیم، کدام وقتی که خواهم میروم. تو از آنها شکرگزاری کن. اما یک روز به نظرت با حجت‌های میآیم که حتی خودت در حیرت میافتی. اجازه دید رفیقان، اجازه دهید. رفتیم. با من زنگ زن نجیب، رفته یک جای ماهی میخوریم. اکای نجیب سردارم او به کجا میرود؟ مجبور او را رها کردیم. اکای نجیب انا این حجت را از پدرم گرفتم، به شما آوردم. در اینجا همه جنایت هایی که پیسگار و کای مینیک صادر کردند جمع آورده شدند. آقای کوبیلای، تکلیف تشکیلی ماهی را فکر کردم. رفیقانم میگویم که 2 کیلو ماهی گیرند. در اینجا بریان میکنیم. چه گفتنی هستی؟ با من بیا، یک جای میبینیم. وابسته به یک چند سبب شما رو به اینجا جر زدم. اول این که مثل ترکیه دولت پولونیا هم با قوت شده ایستاده است. از این سبب طیاره رئیس جمهوری آنها را ترک کردیم. باوری دارم که مدتی دراز است که این سروزی را نابود کردن نتوانسته. یعنی این سوی قصد بود؟ با فکر تو این خیل نبود پیسگار. باید ما از این عملیات درس گیریم. چی گفتی؟ چه خیر؟ ما قریب در 20 سوی قصدی که علیه سروزیر کردیم موفق نشدیم. این عملیات هوایی به من الهام داد. شاید که ما حل مسئله را در جای خطا جستجو میکنیم. شاید با ضربه طلایی که در هوا میزنیم روح مقدس ارکین کندو را شاد کنیم. جناب، صدمه های طیاره و کاری شایسته گروه ما و متفقان ما بوده. این گونه عملها را همیشه مخفی میکنند. این را شما از من دیده خوبتر میدونید. طیاره های وزیر ضیاء الحق را در پاکستان، سروزیر عدن مندرس را در لندن و گنرال اشرف بیتلیس را در انقره زده افتاندن نشانه های این می باشند. با اجازت شما، علاوه بر این در صدمه های طیاره کمی هم باشد احتمال نجات یافتن است. مندرس در لندن تصادفاً نجات یافت برای آنکه طیاره به بالای درختان افتید. بعد از این مندرس گویا که قهرمان شد. به هر حال یک چند ماه بعد انقلاب کرده او را بدار آویخته از او خلاص شدیم. بعد از سروزیر آزل با جسورترین سروزیر روبرو می باشیم. جسارت و دلیری او را که با یرکن کاندو بازی می کند با طیاره‌اش یک جا به چقورترین موقع زمین گوراندن است. کار کردن در کار است که یک ذره از پارچه طیاره به زمین نافتد. یعنی اگر طیاره ما در رفت سفر روسیه ترکد با یک تیر 2 نشان میزنیم و به مقصد میرسیم. بله، این مسئله می باشد که باید جدی فکرش را کنیم پیسگار. لبه؟ چی؟ نه؟ همه حجت ها؟ میلش پیسگار اینجاست. من اون طرفش رو میبینم. جنابان، خبری بسیار بد. چی شد؟ پلیس همه حجت‌های دادستان سوهر را یافته است. باز همه‌مان در زیر خطر قرار داریم. پس چیکار میکنیم؟ راهی دیگر نداریم. بهترش این سرزمین را زودتر ترک کردن لازم. سوها ما را سوزاندی. رفیقان، در نهایت شخصی را با تخلص پیسگار که یکی از بالهای اساسی بوده دشمنی رقم 1 از پیدا کردیم. توجه کنید. من نامش تکین بطنای. این را شما میشناسید. متخصص کارهای استراتژی یکن کاندو کایا مینیک. این باشد با حجت‌های قلبکی در بیمارخانه خوابیده بود. نامش حاضرال، یکی از عضوهای اساسی یکن کاندو، در سال 2011 خودش را همیشه نامزد برای رئیس جمهور شدن را اعلام میکرد. اکنون نجیب سردار، نوبت شما.
طبق حجت‌هایی که آقای سوها به ما داده است معلوم است که ارکن کاندو در سود عالی دوستانی با نفوذ پرقوت دارند. نقشه دارند که حمله های اساسی را از آنجا آغاز کنند. اگر ما چیکاری که کنیم دوستانی آنها از درون کار ما را برباد می‌دهند. این به همه معلوم است. اما تا حال اثبات نشده است، لیکن حالا شخصیت های اساسی آنها را ما می‌دانیم. این فؤاد توسونیر، این سودیا اورهان کاچان، این باشد تشکیل کننده یک مسلک سابق سرداری که همیشه دادوای میزد، امین آقا پاشا. مدتی دراز بود که از پای آنها میدویدیم. اکنون همه آنها در زیر نظارت ما. در دستمان برای دستگیر کردن آنها حجت‌های زیادی میباشد. حالا کار به جای رسیده است که همه آنها را دستگیر کرده و اینجا بیاریم. خوش هم آمدند؟ آماده‌ایم. وقتی که آقای مدیر آید عملیات را آغاز میکنیم. آقای پیشوا، این مسئله دولت را ترک کردن از کجا برآمد؟ اکنون دیر شد پیسگار. پلیس برای عملیات کیها باز آماده شده است. نباشد به کجا می رویم؟ به مکانی دور. پیکاس را نیتی برآوردن داشتیم، باز شما را از دست ندهیم. در برزیل خواهر دارم، به نزد او می روم. پس من به روسیه می روم. ما را یگان کار کرده نمیتونم برای اینکه بیمارم. تو هم در یگان جا پنهان شو. برای من امریکا بسیار خوب می شود. تا حال دوستان بسیار دارم در آنجا. حزت وقتتان را صرف نکنید. ترک وطن کنید و از من منتظری خبر شوید. مایلش، پس ما زودتر می رویم. тамошобинани гиромӣ, имрӯз дар амният ҳодисаҳои ҷолиб шуда истодааст. собиқ вазифадори давлат кубилай шоҳин дастгир шудааст. илова бар ин тибқи хабарҳои амният ҳуҷҷатҳои оид ба эркен кондо ёфт шудааст. давид шитобед. جناب گویا به امنیت یکچند حجت‌های مهم آمده است. یکان چیز گفتنی هسته؟ کمی صبر کنید رفیقان. خبرهای لازمه را بعداً می‌دهیم. خوش آمدید آقای مدیر. خوش باشید. نجیب سردار کجاست؟ در بالا در اتاق واخری آقای مدیر. سلام رفیقان. سلام سردار. سلام آقای مدیر. خوش آمدید آقای مدیر. خوش آمدید آقای مدیر. آقای دادستان، خبرهای آخر را شنویم. آقای مدیر، حجت‌هایی که از طرف دادستان آقای سوها آمده است تفتیش کردیم. بسیار هم دلیل‌های جدی را در بر می‌گیرد. راست؟ چی یافتید؟ پیکاس زیاده از 300 حجره ارکن کاندو را اداره می‌کند که اساس‌ترین تیم‌های آنها اتمچه، سرتلان و خنجر می‌باشند. همه حجره‌ها رسمی بوده. زیر تاخانه‌ها سلاح‌های زیادی را صاحب می‌باشند. یک دفتر مخصوص کیامینیک که همه رابطه‌های مخفی آن را آشکار کرده است. روی خط سلاح بدستانی مخصوص ارکن کاندو بوده نقشه سوءقصد علیه محمود ترک و سرمد قهوه‌چی را در بر می‌گیرد. و باز نقشه سوءقصد علیه سه وزیری که یک چند روز پیش رخ داده بود. در اینجا ذکر شده که کار ارکن کاندو می‌باشد آقای مدیر. چی ها میگویید رفیقان؟ اینها خیلی کار جدی اند. متاسفانه میخواست مدیرم. استید تا حال تمام نشده است. از درون حجت‌ها باز نقشه عملیات گروه ارکن کاندو و روی خط اعضایان برآمد. بعد از انقلاب نقشه داشتند که دادستان کل را خودشان انتخاب کنند. دادستان کل میگویید؟ بله. برای بعضی از سیاستمداران وطن را خائن اعلام کرده آنها را حبس کردند. حتی روی خط آنهایی که بعد انقلاب در محکمه و دادستانی و عدلیه وظیفه‌دار هستند الکی معلوم می‌باشد. مایلش، کاری لازمه را در حال آغاز کنید. همه وظیفه به دوش شماست. من از دادستان کل حجت‌های لازمه را الکی گرفتم. خوب، نجیب زودتر کار را سر کنید. رفیقان زود باشید، میرویم. همه بعد 5 دقیقه تیار شود. به عملیات میرویم. سردارم من هم روم. میدونم لیکن مایلش ممدوح، تو هم رو. اکنون سری وظیفه میباشی. جوابش را من میدهم. همه کاری تو را خودم تخت میکنم. تشکر به شما. زودتر بچه‌ها، زودتر. در آخر کاری که انتظارش بودیم آمد. اجازت؟
این مراتبه میسوزیم. چیکار کنیم؟ با کجا رویم؟ جناب، خبرهایی شنیدم راست است؟ دمت را گیر اسد. ما باید زودتر رویم. از کجا چخیل میگریزیم؟ مثل مرغ پرکنده شده ای. باید حل مسئله را یابیم. وقت را برد کنیم. کایا با فکر تو یگان کس می آید. یگان شخصی باوریناک. با تیاره سوار شده نمیتوانیم. کنی یک فکر کنم. کی را گویم؟ با کی گویم؟ فکر نکن. زود یاب. نه، ولی کشتی های آنها با راه مخفی به یونان رفته می آیند. با آنها مراجعت کنیم. شاید با ما کمک کنند. تو تا کی خاموش میستی؟ آیا باز کمی دیگر شلاق خوردن میخوایی؟ با تو کی سفارش داد که لباس های پلیس را پوشیده با آدمان تیر پرانی؟ گپ زن نگویم. پیکاس فرمود. برای چی؟ ما شرط نامه داشتیم. با سلاح تامین میکرد. بینای امنیت را تو ترک کنی؟ همیتا؟ بله. میبخشی یگید، من این زن را زنده نمیمونم. این خیلی نمیشود ثابت. وعده دادیم. مرد یک لفظ دارد. شخصا من قسم را گرفتم. خوب او را زدم. راستی گپ من وعده نداده بودم. اگر تو وعده داده باشی فکر کن که من هم وعده دادم. ببین با ما زنگ میزنن. وای پیسگار زنگ میزند. یک چیز گویم، من هم وعده داده بودم ولی بعضا خاطره من مثل ماهی است. فراموش میکنم آدم برین با او سخن بکنی. فهمیدی؟ میدانم وعده داده بودم لیکن مرا وعده خلاف نکن. فهمیدی؟ وگرنه مغزی سرت را پاش میدیم. لابای آقای پیساگور. آنه مرا خوب گوش کن. پلیس از پی ما میباشد. باید از اینجا زودتر رویم. با کجایی که باشد برای رفتن راضی میباشیم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. شما چند نفر هستید؟ من و 3 نفر دیگر، همه که 4 نفر. مایلش، من با آدم های خودمون خبر میدیم. یک کشتی تیار میکنم برای شما. یونان میروید؟ الیاسکا هم میرویم. ما را از این سرزمین زودتر برار. 1 ساعت پس در انادولو وا میخوریم. مایلش، بعد گام میزنیم. باید خاموش کنیم. حال پیسگار بسیار بد است. پیسگاری بزرگ مثل موش سراخی موافق میجوید. ثابت؟ بسیار خوب. اما حالا چیکار کنیم؟ این زن را برده با پلیس سپاریم. بله، اما اول پیسگار را به معکلان دوزخ میسپاریم. بعد چاره این را میبینیم. تا آخری با پیسگار به ما لازم میشود. همش رو حل کردم. 1 ساعت پس کشتی از انادولو حرکت میکند. من باید به زنم خبر دهم، نباشد خواطر میشود. حالا زنت را یک گپ گفته بودم، خواطر میشده است. گویا که حاضر وقت زن کلانه تو میباشد. ما در غم جان خودمان میباشیم. اسد، آماده ایم. از شما 10 دقیقه خواهش میکنم حجت های مخفی را جمع کنم. چه 10 دقیقه اسد؟ پلیس ها این زمان یا زمانی دیگر میآیند. جناب یگان معلومات دهید؟ تماشابینان گرامی، گروه دیدید تروریستان خبرها بسیار هم جالب شده ایستادند. حالا باشند میبرویند. معلوم است که باز چند نفر دیگر رو دستگیر میکنند. مقامات تا حال یگان خبری نداده است. زودتر اسد، زودتر. من دیگر انتظار نمیشم، باید روم. در جایت است حاضرال، در جایت است. از ما جدا نمیشوی، همینجا میمونی. ترسان چه که نوبکار در حال میگریزی ها؟ جناب داروهایتان را نیافتم. من داروها را رفتم. کایمینیک، شما از پیش رفتن گیرید. زودتر. مایلش زودتر بیا. یگید بیا. نهایت پیسگار به دستمان افتید. این دفعه به سرش میپرونم. ثابت، فکر میکنم اگر به پلیس سپاریم
این مارها یگان سوراخی یافته باز میگریزند، یا حالا ثابت یا یکی یگان وقت دیگر. من میگویم که حالا شود. چقدر آنها را کشتیم ثابت بگین، لیکن این حرامی ها تمام نمیشوند. ثابت وقتی آن رسیده است که سر ما را کوفته نابود کنیم. البته امروز باید تمام کنیم. البته رحم نمیکنیم. انتقام سردارم رو میگیریم. پدرم در خبرش دیگر براحت میخوابد ثابت. من اگر مرم ولی مرگ پیسگاه را که ببینم دیگر آرمان ندارم ثابت. پس زودتر باش جورا جان. رفتیم. سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بورباد انتظاریم. نوشاکی‌های خوش‌طعم از جمعیت دارای مسئولیتش محدود اک و جوس، شربت‌های عمیق از میوه‌های تاجیکستان با تکنولوژی زمانوی تتراپک شویتسیا، نرخ ارزان، صفت بلند و لذت بی‌بها. پلیس ایشو گذارید. دستا بالای سر. بالای سر. لباسا رو خوب کنید. دستا بالا. اینا رو برید. دستا ببیستید. در اینجا چی گفت از آقای نجیب؟ اصلا با شما چه شد می‌نیکم؟ هیچ کارم بود، رفتنی بودم. حسابات نداده با کجا میروید؟ از برای خدا گویا که ما میگریزیم. نخواد که چنین گمان کنید. اینا رو گیرید. عثمان دستاش رو بند. دستا. بسیار راجو. جناب پلیسا در نزدیک در میباشن. ای وای سوختیم. از دری مخفی میبرایم. زودتر. 2 نفر در قفا رو نظارت کنید. با دقت شوید. سلاح به دستان شاید باشن. تو با من بیا. ممدو. زودتر از قفای من بیا. زودتر میرم. برای درو باشه. ای آیان زودتر شوید. چی کار میکنید؟ چی را انتظارید؟ زودتر! احمقان برای چی ایستادید؟ زودتر شوید! تستر! ممدو این آدم در کجاست؟ سردارم در اینجا یک در است. ایست پلیس. با کجا رفتن؟ گبزن. با فکرم مرد. بیا ممدو. شاید که یمینک داند. شاید سردارم. زودتر! آنا لبای جنوب پلیس ها به اداره حمله کردند، اما من گریخته نتوانستم. آمده ایستادم. در اونجا همه تینجیست؟ همه تینج. شما رو انتظارم در کشتی به نام دنیز بشران. مایلش کابیا زودتر بیا. من به تو نشان میدهم دنیز بشران را. کنی در کشو. این پیسگار با کجا رفته است؟ کی؟ مرا گوش کن. حاضر با یک زبان سخن میکنم که خوب میفهمی. ما از کجا میدونیم؟ ما یکان چیز را نمیدونیم؟ همین خیر. اما من یک چیز را میدانم. امروز به امنیت حجت‌های عجایب آمد. در درون حجت‌ها آید تو معلومات‌های مخصوص میباشد. از این گونه سفسطه‌ها شکمی من سیر شده است. اونا یک ساعت پس از انادولو فنر با کشتی آنها رو میگریزاند. تشکر آقای مینیک.
در فروختن انسان‌ها همیشه استا میباشی. مندو تو اینها رو به امنیت ببر. من در حال میآیم. سردارم شما تنها نروید. دکان توبرک شما هم با سردار روید. اطاعت یعنی بچه ها ما با امنیت میرویم. همه با ماشین ها سوار شوند. سوار شوید میرویم. نیازی تو با من بیا. جناب نام کشتی چی بود؟ بشران. این زن در کجاست؟ در کجا بودن این زن را نمیدانم، اما کشتی آنجاست. مالش تو میتوانی روی. اطاعت جناب. در اینجا. کاپیتان گذره زودتر حرکت میکنیم. آنها در کجاست؟ میآید. انتظار او نمیشویم. زودتر حرکت کن. برای چی سراسیمه؟ سراسیمگی سوی اجل میبرد. استید نکشید. با تلفن بسیار خرسند صحبت میکرده. گوش کن، با تو شرط نامه میبنده. به فکره من با شخصانی که پدرم را کشتند شرطنامه ببندم. من مثل شما مگر بیشرفم پسرگار؟ اکنون میرویم ثابت. شما این طرف را نظارت کنید. اطاعت سردار.
маркази продюсерии ҳамсадо тақдим мекунад. 17 ва 18 сентябр соати 17 дар толури кохи борбад барномаи консертии идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Менду ва Хайрӣ чиптаҳоро аз кассаи кохи борбад то 10 сентябр бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. дастгирии кулли иттилоотӣ маркази продюсерии ҳамсадо рӯзномаи оилавии муҳаббат. ҳар ҳафта шумо маълумотҳои ҷолибро дар бораи филмҳои ҳомиён ва меҳвари ҳақиқат танҳо тариқи ҳафтаномаи муҳаббат ба даст меоред. муҳаббат бузургтарин эҳсоси шумо. با توجه مخلصان سلسله فیلم‌های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که از فروشگاه‌ها دیسک‌های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالاپوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک‌هایی که گالاگراما ندارند صفتی پست داشته قلبکی میباشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نمایم که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالاگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده با تشکیلات یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید.